السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه رمضانی. حدیثی که از لقید ابن صبیره که گذاشته بودیم، یک مسئله فقهیش باقی مانده است. لقید ابن صبیره از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی روایت میکنن که میگوین که بالغ فی الاستنشاق، وقتی که طهارت میکنی تو مبالغه بکن، آب رو به بینیت، دهانت، غرغره، بینیت درست یعنی چقورتر بکش. الا ان تکون صائما، مگرم که در حال روزه این چقور به بینی آب نگیر، زیرا احتمالی است که وقتی که انسان در روزه به بینیش آب رو میکشد به درونش میرود. برای این پیامبر گفتن الا ان تکون صائما. اکنون مسئله فقهی میبینیم که انسان وقتی که غرغره کرد، با دهانش آب گرفت یا که به بینیش آب گرفت، آب رو کشید، یا که به چشمانش وقتی که دوا کرد، این هر یکی این راه وجود دارد به حلق چیزی برود. وقتی که انسان به چشمش یکم معالجه دوایی کرد، شاید یعنی طعمش رو در حلقش حس کند، یا که به بینیش یک دوایی رو استعمال کرد، طعمش رو در حلقش حس بکند. اینچنین به دهانش که بخورهای این زمانه. وقتی که انسان یکم دوایی رو استفاده میبرد، طعمش رو در حلقش حس کرد، آیا روزش میشکند یا نمیشکند؟ در مذهب ها اختلاف کردن. مذهبی مالکی حنبلی گفتن که هر کسی که یگان دوایی رو در چشمش استفاده برد یا که به بینیش استفاده برد یا بخورهایی که به دهان استفاده میبرد، طعمش رو در حلقش حس کرد، روزش میشکند میگویم. اما شافعی و حنفی میگویند که نمیشکند، زیرا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهایی وجود داشتند که به چشمانشان یعنی سرمه میکردند که احتمالش بود که به حلق باید. در این اختلاف کردند. ظاهر این است که وقتی که انسان مسواک استفاده میبرد، خواهی ناخواه طعمش رو در حلقش حس میکند، که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسواک میکردند و این چیزها بیان میشد. در پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو بر ما فراموش کردن رفتن، بلکه بیان کردند. صحابگان مسواک میکردند که وقتی که انسان مسواک بکند، طعمش رو در حلقش حس میکند. وقتی که حس کرد، یعنی ظاهر این است که روزهش نمیشکند. اما از باب اولا بهتر است که انسان در غیر ضرورت از این چیزا دور باشد تا که روزهش سالم باشد. اگر را در طعمش را در حلقش حس کرد، او باید مطمئن باشد که روزهش نشکسته است. خیلی که گفتیم مذهب ابو حنیفه است و شافعی. أينما كنا أينما